دوستان چطورید؟ فرانسیس هستم. امروز آمدیم به یه ویدیو دیگه. امروز میخوام به شما نشون بدم که چطور بتونید موبایل خودتون رو به وبکم برای کامپیوترتون تبدیل کنید، برای کارهای یوتیوبی، آپاراتی و برنامه‌های غیره و مسئله دیگه نیست. به بابت تصویرم که داخل صفحه نمایش کامپیوتر می‌بینید معذرت میخوام دیگه، چون از گوشیم دارم میگیرم وبکم ندارم دوربین. همین دلیل بازم معذرت میخوام. که اولین کسی که داری ویدیو رو میبینید دارم میخواد که چنل سابسکرایب کنید، زنگوی بغلش رو فعال کنید. کسایی که داخل چنل حضور دارن دارم میخواد که ویدیو رو لایک کنن و اینکه کامنت بذارم ممنون میشه. اینکه ویدیو رو داشته باشید. خب شما اول باید داخل گوشیتون برنامه دروید کم رو نصب کرده باشید یا نصب کنید. شما داخل پلی استور، داخل پلی استور که میری می‌نویسیم دروید کم داخل پلی استور، بعد اینجوری دروید کم اسمش هم اینجوری بعد می‌ذارید نصب بشه. اینستال که شد شما وارد برنامه که شدید، بعد قبلش وارد برنامه که شدید، بعد باید با کابل شارژر شما باید یه سرش که به گوشی تو وصل کنید، سر دیگه که به کله های شارژر یا همون آداپتور وصل میشه با آداپتور وصل نکنید، به کامپیوتر وصل کنید. بعد یه مجوز میاد واسه گوشیتون که اون رو باید شما با مجوز وصل شدن به یو اس بی به کامپیوتر. بعد که وصل شد ما حالا به گوشی میریم کنار، میریم داخل کامپیوتر. و داخل کامپیوتر که میریم اینجا، بعد اینجا باید برنامه دروید کم واسه کامپیوتر نصب کرده باشه. میریم داخل گوگل فایرفاکس برای مثال، بعد اینجا می‌نویسیم دانلود برنامه دروید کم برای کامپیوتر. شما اینجا اولین سایتی که میاد یا سایت یاستانلود باشه یا اول باشه چه آخر سایت یاستانلود بهترین سایتی که میتونم واسه شما در نظر بگیرم برای دانلود این برنامه. شما وارد سایت میشید، بعد میان پایین اینجا بعد بریم پایین‌تر، بعد اینجا دو تا باکس دانلود داره، یکی این یکی این. خب شما برای کامپیوتر برای اندروید میتونید این سایت دانلود کنید، ولی با گوشی میرین برای گفتم که از پلی استور هم میشه دانلودش کرد. برای کامپیوتر میرین اینجا رو باکس اولی میزنید دانلود بشه، نه تمام که شد. بعد اینجا دانلود که تمام شد، بعد برای نصب پسوردش اینجا میتونید وارد بکنید که نمیشه www.yasdl.com. این پسوردشه که باید وارد کنید و کامل نه. حالا که نصب شد شما باید چند تا برنامه دانلود کنید که من اول از گوشی اقدام میکنم. گوشی جدید گزینه تهیه کننده رو ندارن، شما میرید داخل تنظیمات گوشی، بعد می‌نویسید که بعد میرید داخل تنظیمات گوشی و بعد تو بخش مشخصات گوشی، بعد روی بخش شماره ساخت 7 بار میزنید، 7 بار که زدید، بعد میایم بیرون تو بخش منوی اصلی تنظیمات و پایین گزینه تهیه کننده خب واردش که میرید، بعد این تو بخش تنظیمات تو گزینه تهیه کننده میریم پایین، بعد اینجا یه گزینه میاد از من خارجی نوشته ولی به فارسی نوشته اشکال‌زدایی یو اس بی. اشکال‌زدایی یو اس بی رو که اینجا وارد کردید از گوشی کلا میایم بیرون، بعد میریم سراغ کامپیوتر. برای کامپیوتر شما باید یه برنامه دانلود کنید داخل فایرفاکس برای مثال میرید، بعد می‌نویسید شماره گوشی که شما دارید بستگی به گوشی شما داره، شما باید دقیق بنویسید شرکت گوشی با مدل گوشی بنویسید، بعد می‌نویسید یو اس بی درایو. گوشی من سامسونگ می‌نویسم سامسونگ، مدلش هم A20S می‌نویسم سامسونگ A20S یو اس بی درایو. بعد اینجا کامل شما این سایت اولیه که اینه روی نه اینجا باید نوشته باشه developer.samsung.com. این یک سایتیه که باید از این دانلود کنید. واردش که میشین و سعی میکنید سایت بیاد داخل، خب استارت میکنید. بعد شما اینجا که میاد این نوشته رو که میبینید اینو باید روی این بزنید، بعد نکنید این نصب که تمام شد همینه تو بخش دانلودا که میره به این شکل نمایشگر میشه. بعد به این شکل که الان دارم من به شما نشون میدم به این شکل میاد و بعد شما کامل نصبشون میکنید و این هم فکر کنم یک پسورد دارن یادم نمیاد، اینو هم نصب میکنید و
کار به پایان میرسه و اون دو روشی که برای بحث شدنش بهتون میگم اینه که شما زمانی که با USB میرین، حالا از من اینجا بحث، ولی شما زمانی که با USB میرین، من نمیتونم درست کنم، ولی شما زمانی که با USB میرین، USB میگه بخش دوم وسطی اونو وارد میکنین، بعد شما وقتی که گوشیتون رو وصل میکنین، اشکالش رو فعال کردین، بعد اونجا روی چرخه میزنید، یک حالت دایره داره مثلا برای میچرخه دو تا فلشه رو که میزنید، بعد مدل گوشیتون رو میاره رو بالا، اگه مدل گوشیتون نماد، بعد میزنید استارت و تصویرتون میاد این گوشه، مثل من که الان بهتون نشون دادم اینجوری میگم همون گوشه تصویر راحت بهتون نشون میدم. یکی دیگه میگه که شما طریق وای فای اون بخش اولیه آی پی گوشیتون رو میکنه. شما زمانی که وارد برنامه درست کردن میشین، دوباره داخل برنامه، شما زمانی که داخل برنامه درست کردن میشین، این آی پی گوشیتون رو داخل برنامه میکس، از من مثلا نوشته 192.168.1.103 این آی پی گوشیه، شما می‌نویسید میزنیدش و بعد اونجا که زدید استارتشو میذارید و گوشه طریق وایفای وصل میشه. ولی خوبی که گوشی وایفای داره میتونید در هر جا قرار بدید و این به دستگاه شما وصله. ولی یو اس بی چون گوشی جدید الان کابلش کوتاه، باید در مکان مناسبی قرار بگیره. از من کابلش کوتاه بود، ولی جای مناسبی قرار دادم تا نه به کابلش بیاد نه به گوشی. خب میرسم به پایان ویدیو. مرسی که هستید، عاشقتونم. در قناه همیشه همراه باشید. کسایی که وارد کانال میشن، اگر ویدیوی من خوشتون نیامد خب نظر شخصی هر کسیه، من نمیتونم زور بزنم. مرسی که هستید. فعلا گودبای.